خیری نیسا محمدیه هرچند اکنون سرپناهی یافت از پریشان شدن خانواده‌اش نگران است. خانه‌اش را سیل برد و از 16 عضو خانواده تنها شوهر و 2 نبیرش در این خیمه اند. خیلی یکی به خبر اومد یک گونچی ما نگرفته اینا کلونا گودکای مایده گورو هکتی هر جو برد تقسیم کردگیم همه آدمای خیر میکردگیر خدا جان 100 شونه 1000 کنه این هر روز بیاردم کدستیم ای اوقات ای چیزی باشه ای لباسه ای خوراک چی. مقامات بعد از چند روزی آفت و اعتراض ساکنان آنها را به خیمه و خوراک تامین نمودند. ساکنان آسیب دیده منتظرند که برایشان زمین و برای ساختمان منزل کمک داده می شود. خیمتر گرم، هوا گرم، نفس آدم میگیره و خیلی گرم میره. نفس میگیره. ای اومده دیده رفسودیان همه دکتر اومده سنجیسودیان و چی کرد؟ اکما 11 نفر بودین همون یکم شب گفتن که مابین 2-3 روزه حل میکنیم. انا کوی 11 حال 3 تقریبا ممکن زیاد شده باشه. پس از باران‌های 13 و 14 می در 2 جماعت ناحیه خراسان سیل آمده از یرچ یا کوچیدن خاک چند خانه ویران شدند. تا حاضر 32 تا خیمه فاصل کرده شده از طرف ریاست کمیته در ولایت خرطوم و تمام شهروندان ضرر دیده که خونه‌شون با فراگی ویران شده بود با خیمه تامین میشه. یعنی که تا حاضر 32 نفر خانه‌اش پورا ویران شده است. خیمه ها زمانی آورده شدند که ساکنان آسیب دیده روز 17 می چند ساعت با نشان اعتراض راه دوشنبه باختر را بستند. مقامات اعتراضگران را پراکنده کردند. ساکنان گفتند که مقامات آنها را هشدار دادند بنابراین بسیاری ها درباره وضع صحبت کردن نمیخواهند. مقامات میگوید که مسئله تامین کردن آسیب دیدگان با زمین نزد حولگی و یاری در بنیاد یا تعمیر خانه ها در مد نظر است. دوره زمین جمهوری ترکستان مسئله انتخاب زمین رفته ایستاده است که در روزهای نزدیک با مردم آسیب دیده قطعه زمین اجرا کرده میشوند. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به این مردم موادهای ساختمانی از قبیل سیمنت، تخته 370 کوب، شیفیر و ارماتور از قبیل آهن ارماتور کمک رسانده شدند که مواد ذخیره کرده ایستاده به مردم تقسیم کرده میتیم. این همه است. در آفت طبیعی اخیر در ناحیه خراسان 2 نفر به هلاکت رسیده، زیاده از 300 خانه 2600 گکتار کشتزار پولیس ضرر دیده، زیاده از 90 چاروا تلف شده است.